این روزا تو پیجای خارجی این شیرینی خیلی وایرال شده و میلیون ها بار دیده شده. واقعا هم خیلی خوشمزه است. صداشو گوش کن. آرد سفید، پودر کاکائو و پودر قند و علک کنید. بیکینگ پودر و وانیل بریزید و ترکیبش کنید. روغن مایه و شیر گرم اضافه کنید و هم بزنید. این شکلی باید شل باشه. یه تابه نچسب و بذارید داغ شه. یه قاشق از مواد داخلش بریزید و سری نازکش کنید. چند ثانیه که بمونه سطحش خوش میشه پشت و روش کنید. چند ثانیه دیگه بمونه. بعد تا داغه این شکلی دور نی یا هر وسیله‌ای که دارید بپیچید. بعدم رول ها رو داخل ایرفرایر یا هر دستگاهی که دارید بذارید یه رو 20 دقیقه بمونه کاملا خشک و ترد بشه. بعدم دیگه حاضره. داخلش رو میتونید با هر چیزی که دوست دارین پر کنید، مثل خامه قنادی، نوتلا یا گاناش. من از گاناش استفاده کردم که ترکیب شکلات تخته‌ای یا خامه رو بذارید روی بخار کتری یا داخل مایکروفر گرم و یک دست که شد توی رولا رو باهاش پر کنید. رولا رو بذارید روی یه توری کاملا خنک بشن، بعد توشون رو پر کنید. اینم ویفر رولای خوشمزه و راحت.